چطور میتونیم امروز بعدیم با یه ویدیو جذاب بعد از مدت ها. آقا امروز بعدیم ویدیو بگیریم بعد از مدت ها. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو لایک کانفرم شه، بریم سراغ ویدیو لیتس گو. آقا ما بازیمون اینه، فوت دریم لیگ 2026 هستش. ما الان توی جدول لیگ دسته 2 اولی. خب توی این لیگ ما رفتیم ولی این لیگ حذف شدیم. میخوایم بریم بازی. دوستتون دارم بچه ها، اومدیم دوباره پر انرژی شروع کنیم هم یوتیوب و هم آپاراتو. پس لایکاشو بتره کنید و به من تو کامنت ها بنویسید بازی بعدی چه بازی بریم. منم حتما ازتون استقبال زیادی میکنم. و آره دیگه آقا من حرفی نمیزنم، بریم فقط بازی رو به شما ببینید، حالا با یکم لگ ولی شما بازی رو ببینید لذتشو ببرید. من دیگه صحبتی نکنم. آهان بابا سری پاستو بنداز دیگه. خطا. مطمئنم بچه ها خطا میگه. وای بچه ها خیلی اصلا بچه ها دریم لیگ یادت دریم لیگ قدیمیه رو؟ این دریم لیگ فقط انگار بازیکن جدید شده. اصلا چجوری بگم، همون جوریه. اصلا انگار نمیدونن، نون نخوردن، نمیخورن. اصلا میگم نمیخورن. درصد کلام داشته باشد. گل آقا، گل چه دقیقه‌ای بچه گل زدیم. گل اول آقا ما زدیم. تا الان ما 3 امتیاز رو گرفتیم. تا الان 3 امتیاز تو چنگ ماه. ببینیم حالا میتونیم همین 3 امتیاز رو مدیریت کنیم، نکنیم 1 امتیاز یا بیشتر گل بزنیم یا گل بخوریم. خطا. بچه یکم آنتنا ضعیفه به خاطر همین اتفاقاتی که افتاده، به خاطر همون یکم بازی لگ میخوره، که اتفاقاتی که اخیراً افتاده خودتون میدونید و به خاطر همون اینترنت ها ضعیفه، آنتن ضعیفه. البته اینترنت که خوبه، آنتن ضعیفه که اینترنت ضعیفه. همون البته اینترنت مثل میمونه که تلاش نتیجه مهمتر از تلاشه، پس آنتن مهمتر از اینترنته. 2000 گیگم داشته باشی آنتن ضعیف باشه به چخی. آهان چه موقعیتی. برس موقعیت توی دروازه. اینا چقدر شبیه همن بچه ها. تعویضی و رفت. حاجی چی؟ بله دیگه 3 امتیاز رو گرفتیم دیگه، نمیتونن. بچه راستی 2026 هم اومده. اول بازی زمانی که میخوای بری تو بازی برات میاره که میگه مثلا ردت چند باشه، مثلا
هارد باشه، ایزی باشه، نورمال باشه، چی باشه؟ بچه من گذاشتم روی هارد. خب نمیدونم ولی هنوز مثل ایزی داره برام بازیکناشون بازی میکنن. ولی نه این تیمای مثلا قوی بریم دیگه دهنمون سرویس. مثلا یه بازی بود توی همون حذفی، من رفتم داشتیم بازی میکردیم انقدر قوی بود من اون بازی 3-0 باختم. نخندینا بچه ها، چون تازه نصب کردم یکم توش ضعیفم، پس نخندیم بهم. بچه ها ماینکرافت شهرمونم هنوز تو جاشه، هیچ تغییری نکرد. البته چرا یه تغییرات خیلی ریز کرده ولی خب همونه یه تغییر. اوه بچه ها رفتیم بازی تو لیگ که نه البته بخشید، رفتیم بازی توی جام. بچه منم یه چند روز بازی کردم ولی گفتم چرا این همه فقط ماینکرافت و بازی یه چیز فقط ماینکرافت چیز بذارم. گفتم پس بیام یه کاری کنم فوتبال بذارم. اگه فوتبال دوست نداشتین یه بازی دیگه میذارم. خیلی بازی ها هستن بچه ها ولی خب متاسفانه من وقت نمی کنم. و یه چند روزی بود که ویدیویی نبود تو کانال و بچه های پیام کامنت توی میذاشتن و میگفتن نیستی، کجایی، ول کردی، رفتی. ولی من بچه هستم، وقت نمی کنم بچه. امتحانم شروع شد با اینکه تعطیلاته ولی امتحانم شروع شد. و راستی بچه روز پدر رو به همه بچه های عزیز تبریک میگم. روز پدرتون مبارک. حالا اونایی که پدر ندارن انشالله مرده، حالا خدا رحمتشون کنه یا هنوز زنده است. و حالا من چرا دارم از این صحبت میکنم؟ روز پدرتون مبارک بچه، روز پدراتون مبارک. و بچه انقدر امتحانم سختم، منم شیشمم نهایی، یعنی بدبختم. پس بخاطر همون ویدیوی کم میذارم. پس بچه اگر ویدیو کم گذاشتن از من دلخور نشین چون امتحاناتم شروع شده و من زیاد ولی هستم میام، ولی خب بیشتر سر امتحاناتم دارم وقت میذارم، چون اگه بیفتم دیگه عمرم بتونم اینجوری بگم اگه بیفتم دیگه سال بعد و دیگه منو فکر کنم نبینین یه سال. پس همون بخونم بهتره این که کم ویدیو بذارم ولی پرقدرت شروع میکنیم بچه ها. این ویدیویی که نمیذاریم بچه ها ادیتورمون افتضاح. ادیتور اصلا دیگه ادیت نمیکنه، میاد فشرده میکنه ویدیوها رو بعد به من میگه ادیت کردم. فونت هم مثلا بگیم آقا ادیت نمیکنه باشه لاغرتر فونت بذار، فونت هم نمیذاره. بچه ادیتور هر ادیتوری، ببین ادیتور حرفه‌ای میخوایم، ادیتور حرفه‌ای باشه آقا ما قبولش میکنیم. درآمد عالی بچه من خیلی خوب بهش درآمد میدم، نمیدونم چرا. مثلا واسه هر ویدیو میومد میگفت تو باید به من 400,000 تومان پول بدی. بعد میگفتم باشه آقا اینم داره پول حلال در میاره ادیت میکنه برای آدم پول رو، میگفتم باشه. آقا ما 400 تومن رو میدادیم ویدیو رو به ما تحویل میداد، یا میدیدیم ویدیو هیچی نداره. چی شدش؟ میگه نه دیگه فونت من گذاشتم، یه عالم فونت گذاشتم تو قدر منو نمیبینی. خلاصه با ادیتورم ما درگیر شدیم. و حالا ول کنید بچه ها، اگر خودتون ادیت میکنین یا مثلا ادیتوری میشناسین حتما برام بگید، به هم پیام بدیم بگیم شماره‌شو بدیم، من حالا باشون صحبت میکنم. درآمد خیلی خوبی هم میدم، یا خودتون هم اگه ادیتورین بیاین، درآمد خیلی خوبی هم داره، درآمد خیلی خوبی هم میدم. البته ادیتوری کلا وای درآمد خیلی خوبی داره. آقا خراب کردیم، اب نداره. آقا 0-0
وای بچه ها هیچ وقت من تو پنالتی های دریم لیگ افتضاحم. یعنی اینجوری بگم بچه ها، افتضاحم، به شدت افتضاحم. یعنی تو 0 از من بگیر پنالتی ها رو، پس باید گل بزنیم تا نرسیم به وقتهای اضافی هم. حالا البته آره دیگه، نه نباید برسیم موبین به پنالتی برسیم. فاتحه. برو 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 برو. آهان وای وای، کورنل نه اوته. وای پسر، وای 2 دقیقه وقت اضافه داد بچه. وای تمام آقا، میریم سرا. وای فقط ببر مبین، تا میتونی گل بزن. یه گل تو رو میتونه ببره برای صعود. یه گل مبین، یه گل. آهان بره آقا، خطای دیگه آقا. او برو برس. این دیگه. او وای بیرون رفت پسر، چقدر بد شانس. اصلا چجوری این بیرون رفت پسر، چجوری؟ اصلا نمیشه. تمام آقا. وای بچه ها اینو دیگه باید بزنیم. نباید اصلا. ببین آهان مبین گله. مبین جون درد گل. آقا چه دقیقه آقا گل زدیم دیگه. صعودیم دیگه. تمام دیگه. خدافظ، سلام صعود. خدافظ تیم حریف، سلام صعودی. وای گل بعدی آقا، چی کار ترکونیم. دقیقه آخر سوراخش کردیم آقا، عالی. سوراخش میکنه، چیکارش میکنه دیگه. تمام دیگه، عمرن برسه دیگه. سعیم بکنه نمیتونه دیگه. تمام آقا، بزن بره. خدا آقا خدا حافظ آقا. رفتیم برا سود آقا، عالی. رفتیم سودم کردیم، عالی. 33 سکم گرفتیم، رفتیم لول 7. عالی بچه ها، عالی. تیم عالی، همه چی عالی، پرفکت، عالی، پرفکت. آقا مرسی که تا اینجا ویدیو ما هر بار بودین. ما دیگه بازی نمی کنیم تا یه ویدیوی دیگه. فعلا بدرود.